حاج اصغر؟ هیچی نگران نشو سید. آخه خیلی سرعت گرفتی. بی معرفت یه راه میخوام بگیرم سید. خفه شدیم از این خاک لامصب. ده نمیره کنار آخه. بکش کنار دیگه. چی کار میکنی اصغر؟ راه میخوام نمیده نالوتی. اینو رد کنی بقیهشون چی؟ همه‌شونو میگیرم. تک تکشونو میگیرم. میریم سر سب. همیشه شبون یه بارم رمزون. بگذر بابا ول کن، یکی دوتا که نیست، 100 تا اتوبوسه. چون محمود بیخیال شو بذار کارمونو بکنیم. خسته شدی؟ بذار من بشینم. نه داداش تازه گرم گرفتم. حوصله کن اصغر آقا، این کار خطرناکه برادر من. حاجی تو رو جدت بذار کارمونو بکنیم. داخل جون 20 مسافر در میونه. من قول میدم خونه از دماغ کسی پایین نیاد. درست؟ بس بذار کارمونو بکنیم. آقا همه بگین یا علی دیگه. یا علی! ای والله جون مادرت نجاتمون بده. برو. چی رو برو؟ اینجوری که داره میره هممون دامون میشیم بابا. آقا جان بذار بریم بابا، خفه شدیم توی همه خاک. یه خورده فکری پیر مردا رو با کتان. خب ببین بسط جاش کمتره. آقا برو حاج اصغر برو. بگیر اون بر کم کن گازو. خودت کمکمون کن. حالا آروم شدی؟ سرتو داغ کردی؟ این همه مسافر چه گناهی دارن آخه؟ مگه دستم بهش نرسه؟ جون محمود گرفته بودمش ها. حالا بگازیم تا دوباره برسیم ته سفاره؟ مگه عقلم پار سنگ میبره؟ از چی؟ وایستی میان دنبالمون؟ را بیافا. میون بار میزنیم. آقا اینو حجاج را میافتی. ای بابا گیر افتادیم ها. چی آجا چی شده؟ آخه کدوم را؟ ای آقا خاک خوردن بهتره این ترس و لرزی که ما داریم. آجا همه که موافقن مگه؟ آقا برو. چی را موافقن توی بر و بیابون تو هم؟ آقا من نوکرتم. این اصغر آقا این راه اومده بلده، یه چیزی میفهمه که میگه آقا برو. کدوم میون بر مومن؟
داداش من تو دیگه چرا این حرفا میزنی؟ این راه که میبینی راه فلاحی است. وقتی رسیدیم فلاحیه میپیچیم سمت راست میریم بالا، درست سر صف در میای. این تپا که عین همن چی میگی؟ محمود تو دیگه چرا این حرفا میزنی؟ تو که این راه رو با من اومدی؟ این کار خطر کردن حاج اصغر. از من گفتن بود تو این صحرا گم شدن مصیبته ها. آقا سید جان اونش با من، اصلا من نمیذارم آب تو دل کسی بلرزه. آقا این یا علی. یا علی برو آقا. دمتون گرم آقا. آقا رفتیم. برو آقا یا علی برو. خودشه بالای تپه همون شکلی که گفتم. حالا دیدی آجی فلاحی هست دیگه نه؟ اون ور تپه میپیچیم سمت راست، بعد درست جلوشون در میای. اینجا جایی نیست که اشتباه کنیم و بیراه بریم. تو این صحرا نه یه آبادیه، نه یه جاده، نه یه پاسگاه. مطمئنی که درست اومدی؟ سید نیم ساعت فوقش یه ساعت دیگه تو کاروونیم. البته جلوی صف نه تای صف. درست میگم حاج امیر؟ کار دیگه که حاج اصغر. برو بریم. یا علی. خب پس کو؟ چه میدونم، باید همین دور و برا باشه دیگه. ولی من پیداش میکنم. بس کن، داری میبینی که بازم نمیخوای قبول کنی؟ به محمود تو بس کنه، از صبح داری تو گوشم ور میزنی. آقا من اصلا دوست داشتم میام وسط بیابون، به کسی چه؟ هی از صبح میگه بس کن بس کن. حالا چرا اینجا وایسادیم؟ پدرت بیامرزه، میگم اگه اینجوری اصلا برگرده. آقایون لطفاً بشینین آروم باشین. کسی هم از اتوبوس پیاده نشه. باشه سید.